سلام. به یه ویدیو دیگه از دوره آموزشی کاسپرسکی خوش اومدید. توی این ویدیو قصد دارم یک بخش دیگه ای از کنسول رو به عنوان تسک ها معرفی کنم به شما و آموزش بدیم با هم دیگه اینکه قانون ارث‌بری تسک ها، محدودشون، شرایطشون، زمانبندیشون و تایپ های مختلف تسک ها. با من همراه باشید. توی ویدیو شماره 2 ما اشاره کردیم فرق اساسی و عمده بین پالیسی و تسک. توی پالیسی میگفتیم فقط یه دونه و اگر نباشه آنتی ویروس غیر فعاله. یعنی اند پوینت پروتکشن کار نمیکنه. اما توی تسک ها ما گفتیم نشون میدیم اینجا که میتونیم واسه یک محصول اصلا تسکی نداشته باشیم و یا تعداد زیادی تسک داشته باشیم. میتونیم حتی واسه یک کار خاص مثل آپدیت کردن دو سه تا تسک متفاوت داشته باشیم که همش هم انجام بشه. اما پالیسی ها اینجوری نیست. بریم با هم دیگه توی کنسول بیشتر آشنا بشیم. خب ساختار کاسپرسکی هم مثل خیلی از ساختارهای دیگه ساختار سلسله مراتبیه. یعنی چی؟ یعنی یک لول بالاتری به نام منیج دیوایس دارم که توش گروه‌های مختلف میتونیم تعریف بکنیم. قبلا گفتم بازم اشاره میکنم که این گروه ها رو ما کاملا سلیقه خودمون هم نیمینگشون هم ساختارشون رو میذاریم. خیلی از سازمان ها مثلا گروه بندی میکنن بر اساس نوع دستگاه های جانبیشون مثل USB، CD-ROM، کامera. یه سری ها کاتگوری میذارن دسته‌بندی میکنن بر اساس کلاینت و سرور. یه سری ها میگن مدیران، کارمندان. چرا؟ من توی این گروه ها میتونم پالیسی های متفاوتی بذارم. قبول؟ پس عملا تسک خیلی به این گروه بندی ارتباطی نداره. تسک بیشتر روی پروداکت صحبت میکنه. اما از بالا گروه بندی ها میتونن ارث‌بری ببرن تا پایین. یعنی چی؟ یعنی من اگر به طور مثال بیام اینجا تو گروه منیج کامپیوتر که الان حتی هیچ کامپیوتری وجود نداره، قبول؟ اما زیر مجموعش حالا گروه های دیگه وجود داره. برم تو قسمت تسک ها سربرگ تسک رو باز بکنم و نیو تسک. توی قسمت نیو تسک همینجوری که میبینید شما پر پروداکت، یعنی هر پلاگینی که نصب کردین، دقت داشته باشین پروداکتی بدون پلاگین اینطور نمیاد. اگه پلاگین نصب کردین لیست تسک هاش هم اینجا میاد. ام از ادکی که لایسنسش باشه، کامپوننت های اپلیکیشن خود کاسپرسکی، اینتگریتی چک، اینونتوری، تسک های اسکنینگ رو میگن. حالا جلوتر با هم دیگه آشنا میشیم و صحبت میکنیم. اگه مثلا میخوام ببینم که چه نرم افزارهایی توی این کامپیوتر نصبه که بعداً بتونم حالا تو پالیسیام این نرم افزار رو الو یا دینایی بکنم، با تسک اینونتوری این آشنایی به شبکه انجام میشه. یعنی من تسک اینونتوری روی کامپیوتر هم ران میکنم، لیست نرم افزارها، فایل‌ها، اگزه ها از اون تو فراخوانی میشه و تو کنسول اضافه میشه. بحث اتنتیکیشن ایجنت یا آپدیت رول بک برگردوندن به روال قبل، اسکن و در ورژن 11 اضافه شده مبحث به نام وایپ دیتا. خیلی همون میدونیم اما من اشاره میکنم وایپ دیتا یعنی مثل شیدر خورد کردن دیتاست. مثل کاغذ خورد کنه رو دیدین؟ یه چیزای شبیه این شکلی. این فایل خورد کنه تا درصد خیلی 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 زیادی به شما گارانتی میده که فایلتون بر نمیگرده و غیر قابل ریکاوری میشه. چند تا تسک خیلی مهم بذارین مبحث رو ادامه بدیم. همینطور برای ویندوز سرور. حالا اسمش بعضا فرق میکنه. مثلا اینجا میگه ادکی، اینجا میگه اکتیویشن اپلیکیشن. اما ساختار و ماهیت یکیه. اینجا مثلا میگه دیتابیس آپدیت، اینجا میگه آپدیت. اینجا میگه ویروس اسکن، اینجا میگه آن دمند اسکن. برای همینم هست که پیشنهاد میکنیم برای نسخه های ویندوز سروری نسخه سرور و برای کلاینت نسخه کلاینت نصب کنید. هیچ اشکالی به وجود نمیاد اگه شما رو دامین کنترلرتون هم نسخه کلاینت 11.4 نصب کردین. اما یه سری فیچرهای اضافه‌ای رو به دامین کنترلر تحمیل کردین و یک سری فیچرهایی که میتونید داشته باشین از دامین کنترلر گرفتین. پس فقط توی همین فرق‌های تسک ها و اون ماژول هایی که فعال میشن با هم فرق میکنه. حاصل کلیتش یکیه. حالا بعد بیسلاین و داستان چیز دیگه هم که به مرور زمان راجبش صحبت میکنیم. اما ببینید من اینجا یه مثال بزنم. مثلا تسک آپدیت نکست سورس از کجا آپدیت بشه؟ پیش‌فرض از کاسپرسکی سکیوریتی سنتر آپدیت میشه. میتونم بگم این تیک رو هم بزنم. یعنی اگر سکیوریتی سنتر بنا به هر دلیلی لایو
و در شبکه موجود نبود، برو از سایت های اصلی کاسپرسکی آپدیت شو. این قضیه شاید خیلی مطلوب مدیران شبکه نباشه، به خاطر اینکه ترافیک رو پر کلاینت دوباره میفرسته سراغ اینترنت، پس عملاً یه کار اضافه و چندین و چند باره کرده. دو، از نبود سکیوریتی سنتر مطلع نمیشم، اگر نباشه اتوماتیک با اینترنت کارش انجام میده، پس برای من شاید خیلی مطلوب نباشه. و سه، سازمان هایی که اصلا اینترنت ندارن توش به مشکل برمیخورن و فایروال لاگ های اضافه و بیخودی به عنوان حمله به بیرون یا به عنوان اتصال به بیرون بهشون ریکوست میده که فالس پوزیتیو و اشتباه. همینطور شما میتونید اد کنید یک مسیر نتورکی رو، بگین از این فولدر آپدیت شو. به طور مثال من یه آپدیت سرور دارم که به اینترنت وصله، راجعش صحبت میکنیم بعداً. آپدیت ها رو اون میگیره و اون به بقیه کلاینت ها میده. سرور ها هم کلاینت ها هیچ کدومشون اینترنت ندارن. شما میتونید یک فولدر شیر رو از اینجا بهش معرفی کنید. خب در حال حاضر همون سکیوریتی سنتر باشد. میبینید که میتونم اولویتشون رو هم بالا و پایین بکنم و به ترتیب اولویت این کار انجام بشه. نکست. پیش فرض با اکانت دیفالت وصل میشه. این اکانت کدوم اکانت؟ خب من میخوام آپدیت بردارم. آپدیت توی فولدر شیره. فولدر شیر نیاز به اتنتیکیشن داره. این احراز هویت برای اون فولدریه که توش آپدیت های کاسپرسکی موجوده. به طور مثال آپدیت های کاسپرسکی توی شبکتون اینجاست. حالا من آدرس خودش رو میزنید شما توی شبکتون، آدرس کاسپرسکی سرورتون رو میزنید. من آدرس آی پی شو میزنم. بیارم برای شما که ببینید. یه پوشه ساختیم، خاطر کورس‌های قبلی صحبت کردیم به نام کیل شیر و آپدیت. آپدیت اینجاست در حال حاضر. حالا چون کنسول تازه آپدیت میشه، تمپ تموم که میشه، یه سری فایل و فولدر به نام بیس، به نام آپدیت، به نام بین، اینا اینجا اضافه میشه. بعدا با هم دیگه میبینیم که آپدیت های کاسپرسکیه و کلاینت ها از این پوشه میان برمیدارن میرن. قبول؟ پس نکست. این پرمیشن است که روی این پوشه قراره احراز هویت بشه. نکست. زمانبندی داره. این زمانبندی از ساعتی، ان ساعت یه بار، ان روز یه بار، ان دی یه بار، یا هفتگی، ماهانه یک بار، منوال، هر وقت برنامه استارت شد. مثال کیا برنامه استارت؟ مگه آنتیویروس استاپ میشه؟ نه، اما زمانی که شما به طور مثال ویندوزتون رو ریستارت میکنید، اپلیکیشن دوباره استارت میشه، اون موقع آپدیت میشه. یا هر زمانی که ریپوزیتوری اصلی سایت اصلی سنتر آپدیت شد، کلاینت ها هم آپدیت بشن. این گزینه معمولا توی سرورها خیلی کاربرد داره. تو کلاینت ها من انقدر لایو بودن آپدیت برام تاثیرگذار نیست. دقت کنید، علاوه بر توضیح خودش دارم توضیح شرایط بهینه رو هم میدم، پس با دقت مضاعفی لطفاً گوش بدید. آن ویروس آتبریک، اگر حجم ویروس ها زیاد شد، ویروس آتبریک یک تریگری داره، حالا قابل تنظیمه، که مثلا اگر 30 تا ویروس بیشتر پیدا کرد، ویروس تریگرش فعال میشه و میگه آتبریک خیلی ویروس پیدا کرده، اون موقع ها آپدیت بشه. یا اصلا اگر تاثیر قبلیت مثلا اسکن تموم شد، حالا بیا آپدیت شو. پیش فرضی که من به شخص ریکامند میکنم به شما روزانه است، بستگی به ساعت کار پرسنلتون. مثلا من میگم 9 AM. قبول؟ 3 روز یه بار، 2 روز یه بار، یا هر روز. میستاسک یعنی اگه کامپیوتر به طور مثال آقای ایکس از واحد ایگرگ 9 صبح نیست، 11 میاد سر کار، چه اتفاقی میفته؟ ساعت 11 این اکتیویشن و این آپدیت ها براش اعمال و ارسال میشه. رندوم براش میذارم. هستش چیه؟ در زمان نصب یادتونه شبکه‌مون رو گفتم 0 تا 100، 100 تا 500 این طبقه بندی ها داشت. اون رندوم ها اینجا اون تعدادها تو این رندوم ها تأثیر گذاره. یعنی چی؟ وقتی شبکه‌م زیاده، وقتی مثلا قرار این آپدیت رو برای 1000 تا کلاینت بفرسته، مسلما 1000 تا رو همزمان نمیفرسته و موبایل اینا مثلا 50 تا بنا به اون تایمی که ابعادی که دارم رندومایز دیلی ایجاد میکنه که ترافیک شبکه عملا باعث کانجستشن یا داون شدن شبکه نشه. منطق رندوم میزنم، میتونم بگم نه رندوم اتوماتیکلی نه، من دستی تنظیم بکنم که 5 دقیقه یه بار یکی رو رندوم بفرست بره. این بنا پالیسی شماست. یه وقت میزنید 5 دقیقه یه بار، میشه مثلا ساعتی 12 تا و کامپیوتر شما 500 تاست، 400 تاست، اصلا به طول روز نمیرسه
و این بعدا برای شما دچار مشکل میکنه. یه ذره باید هوشمندانه اینا رو تنظیم بکنید. نکست اسمی رو میدم بهش، باز به سلیقه و به روحیه خودم من میگم مثلا آپدیت کلاینت 9 AM دیلی. این اسم کاملا شخصی است. چرا؟ بعدن که در اون لیست تسک ها میبینمش بتونم شناسایی بکنم که اینو به کی کجا دادم. حتی بعدا میتونم بگم اینو هم به منیج گروپ دادم. این طولانی بودن اسم اصلا نگران نباشین، مشکلی در شما به وجود نمیاره. تسک در حال حاضر ران بشود یا نشود و یا بعدا ران بشود سر اسکیجول خودش، من میگم ران نشود. فینیش. به محض اینکه تسک ساخته شد این دایره رو میبینید الان توسیه تا چند دقیقه آینده دایره تغییر کرد و میگه توی این کلاینت ها از اینجا به پایین گشته یه دونه کلاینت پیدا کرده که با این پروداکت همخوانی داشته. پس تسک روی این یه دونه کلاینت در زمانبندی خودش انجام میشه. بریم ببینیم جلوتر این رو و بعد برمیگردم. به طور مثال من توی پوشه کلاینتم اون یه دونه دستگاه 11.4 رو دارم. اینجا اگه ببینید یه دونه 11.4 رو من توی پوشه کلاینتام دارم. تو قسمت تسک میرم و میبینم که تسک آپدیت از بالا به من ارث رسیده. اینهریتنس اگه هایدش بکنم هیچ تسکی من اینجا نساختم. همه تسک ها از بالا به پایین ارث رسیده. اینجا میتونید براش کالم تعریف بکنید و هر کدوم رو حذف بکنید. اگه تیک ریستارتش رو میخواین، نمیخواین، کامپلیتش رو میخواین، اپلیکیشنش رو میخواین، تسک تایپش رو میخواین، اپلیکیشن تایپش رو میخواین، میتونید کاتگوری دسته‌بندی‌اش رو ببینید یا حذف بکنید. عین پالیسی که با هم دیگه صحبت کردیم یا خود کلاینت های من اینو انتخاب بکنم، این بغل دوباره اون خط معروف کاسپرسکی هم موجوده. قبول؟ اول تسکمون رو ساختیم، راجع به ارث پری صحبت کردیم و حالا بریم داخل یک تسک رو ببینیم، ماهیت تسک رو ببینیم، بعدا با انواع تسک بیشتر آشنا میشیم. تصور کن همین یه دونه تسک آپدیت رو داشته باش. پراپرتیز من میتونم داخل تنظیماتش رو ببینم. نکته‌ای که وجود داره اگه من تسکم از پایین، یعنی مثلا پوشه‌های پایین‌ترم، شاخه زیر شاخه هم باز کردم، اینجا خیلی شفاف و واضح می‌نویسه که تسک از بالا به شما ارث رسیده، پس شما حق تغییرش رو ندارید. می‌بینید که اینجا تمام تغییرات غیر فعال. اگر میخوام باید برم توی اون گروهی که بهش اعمال شده. حالا یا میدونم کدوم گروهه یا اینجا کلیک میکنم اتوماتیک نشانگر میره سر اون گروه و همون تسک وای میسه. حالا من دوباره همون کار رو ادیت میکنم. به همین سادگی. تسک شامل نوع اپلیکیشن، تایپ اپلیکیشن، کی ساخته شده، نوتیفیکیشن هاش، آلارم هاش که اگر انجام شد سند بشه، اگر انجام شد SMS بشه، میل بزنه و یا یک بچ فایل رو ران بکنه. توی 7 روز توی هیستوریش بمونه یا توی 180 روز بمونه. جهت اطلاعتون این کاملا بستگی به سازمان شما داره. یک سازمانی که شاید آیتیش یکی دو نفره، نرم افزار مونیتورینگ و لاگو گذارش هم نداره، شاید همون دیفالت 7 روزش هم زیاد باشه. اما یک سازمان دولتی، اگه شما یک سازمانی هستین که نیاز دارین به SOC تون پاسخگو بدین، نیاز دارین به سازمان‌های بالاسری و رگولاتوریتون پاسخ بدین، پیش‌فرض استاندارد توی کشورمون 180 روز نگهداری لاگ توی سرورتونه و بعد ارسال به حالا یا SOC یا سیم یا حذف. این پلیسی سازمان شماست. اما اینقدر تقریبا دستورالعمل پلیس فتا محسوب میشه. میتونم بگم این لاگ ها در OS ذخیره بشن، تو OS ایونت ها ذخیره بشن که حالا اگه بخوایم ببینیم با هم دیگه کجاست، campmgt.msc توی کامپیوتر منیجمنتمون قسمت ایونت های اپلیکیشن، اینجا میتونم لاگ هام رو ببینم. حالا من چون تا الان فعال نکردم هنوز شاید خیلی لاگ زیادی از توش نداشته باشم و همینجور که میبینید اینجا لاگ زیادی به من نشون نمیده. البته داره میگرده این علامت ساعت شنی. بله آقای کاسپرسکی اندپوینت سکیوریتی من اومد اینجا. میبینی به همین سادگی. بعداً میتونم این لاگو از اینجا فراخوانی کنم، پاک کنم، اضافه کنم، ادیت کنم یا حالا هر کاری دیگه که دارم. کاری ندارم. و اینجا هم استور OS ایونت ادمنستریتور سرور. یعنی چی؟ یعنی این
هم توی، حالا من چون این کلاینت لب کلاینت خودم بود اینجا هم تونستم ببینمش، میگم توی ایونت ویور کلاینت، توی ایونت ویور سرور، هر دوتا با هم دیگه ذخیره کن، کلاینت یا سرور، همه ایونت ها رو یا فقط ایونت هایی که حاصل تاسک اکزیکیوشن هستن، یعنی مثلا اسکن انجام شده یا نشده. اما اگه ویروسی پیدا کردی اینجا لاگ نمیندازه. اینجا باز اتفاقاتی که مربوط به تاسک، مثل اینکه استاپ شده، استارت شده، پاس شده، خواسته آپدیت بشه نتونسته، کند بوده و یا حالا هر ایونت دیگه ای. همینطور هم آل ایونت. اتفاقی که میفته اینجا میتونم یه سری تنظیمات دیتیل تری انجام بده. اگه مثلا به گتوی اس ام اس وصلم، اینجا متن اس ام اس تنظیم میکنم، آدرس گتوی هم میدم و اس ام اس سند و ریسیو به حالا ادمینم یا افرادی که باید بشه میشه. اسکیجول رو میتونم از اینجا دوباره تغییر بدم. این اسکیجول رو میتونم اینجا در تب ادوانس براش اند بذارم. اگر مثلا خاموشه روشنش کن، ویک اپلند، این به شرط اینکه کارت شبکه شما ساپورت بکنه. دیوایس کارش تموم شد شات دانش کن، این به شرط اینه که بعضی روزها بعضی از سازمان ها میگن که آقا مثلا فلان روز کامپیوترتون رو خاموش نکنید که در زمان کاری تاسک های این مدلی دپلوی نشه و توی اون تایم دپلوی بشه. این کاملا پند شماست، یا اصلا این تاسک اگر ران نشد و یا آپدیت شدنش بیش از مثلا 120 دقیقه طول کشید استاپش کن. فینیش. راجع به آپشن صحبت میکنیم. اینکه اپلیکیشن دیتا از کجا آپدیت بشه، بای دیفالت از اون سکیوریتی سنتر آپدیت میشه. باز میتونم همونجوری که میبینین تغییرش بدم یا آپدیت سرور کشور خاصی رو انتخاب بکنم. ما پیش‌فرض میذاریم که خودش انتخاب بکنه، خودش بنا به سرعت اینترنت ما و نزدیک بودن اون ریپوزیتوری آپدیت به ما تصمیم گیری میکنه. اوکی. فقط اونایی که راجع به آپدیت اپلیکیشن ماژول ها بعداً صحبت میکنم با هم دیگه. اجازه بدین که اون راجع به تنظیمات نهایی کنسول ببینیم با هم دیگه. اینجا اصلا راجع بهش صحبتی نکنم. راجع به اکانتی که گفتم، اکانتی که باش آپدیت میشه اکسکلود میکنم، میگم این من گفتم منیج، اما منیج سرور نه. یا حتی میتونم بگم منیج یه گروه زیر مجموعه داره، اون گروه نه. قبول؟ پس به این گروه اعمال نمیشه. حتی میتونم بگم exclude by server OS، یعنی این تاسک رو برای OS هایی میذارم که توی منیجن و ویندوزشون ویندوز سروری نیست. به اینقدر تفکیک و اینقدر دیتیل میتونید شما تاسک تعریف بکنید. و یا حتی ریویژن دارم که ریویژن توی پالیسی ها هم با هم دیگه دیدیم. اوکی، به همین سادگی. بریم تاسک دیگه ران کنیم. این ویدیو طولانی نشه، تو ویدیو بعدی دوباره راجع به تاسک ها صحبت میکنم. یه تاسک دیگه ران میکنم به طور مثال، این دفعه از آپدیت ویندوز، این دفعه از کاتگوری سرور. به طور مثال آن دمند اسکن، یعنی اسکن های ریشه. این تاسک از کس دیگه قراره کانفیگاش گرفته بشه یا تاسکش جدیده، متدش جدیده، نه کاملا جدیده، کجا رو اسکن بکنه. توی اینکه کجا رو اسکن بکنه یادتون باشه خیلی میتونیم مانور بدیم و اگر آنتی ویروستون کنده شما میتونید توی این زمینه خیلی کانفیگور انجام بدین که سیستماتون رم و سی پی یو کمتری یا ریسورس کمتری رو مصرف کنه، به تبع سرعت بالاتری هم داره. نکته‌ای که وجود داره، پیشنهاد اینجا اینه که من میتونم بگم که مثلا شیر فولدرها من بگرده، اما انتخاب این گزینه یه ذره اشتباه هست. پیش‌فرض اگه شبکه شما اینجوریه که توی همه جای شبکه آنتی ویروس نصبه، پس حتما شیر فولدری که برای شما شیره لوکال یک دستگاه دیگه ایه. پس من شیر فولدر رو انتخاب نمی کنم. چرا؟ چون داره تو اون لوکال هم گشته میشه. اما اگه نه، شیر فولدر روی یک سروری که اون سرور خودش آنتی ویروس نداره، پس اینجا انتخابش میکنید و اضافهش میکنید. اینا پند وابسته است به تنظیمات شبکه شما. میتونیم هر چیزی که خواستم انتخاب کنم. نقاط کریتیکال شبکه من ایناست: مموریام، درایورهام، سیستم CO2، سیستم روتم، ریموویبل درایو هام. یا حالا به طور مثال یه کسی میاد میگه آقا من سرورام اصلا ریموویبل براشون معنی نداره، یعنی سی دی رام، فلش و غیره نداره. خب اینا حذف میکنم، یه پله برام سرعت بالاتر. قبول؟
حتی میتونم اینا رو کانفیگ بکنم، بگم که آقا ماکسیمم پرفورمنس، ماکسیمم پروتکشن یا کاستوم. اینجا کاملا دست شماست. این پایین میبینید که به لیستشو میبینه و به دیتیل. حالا من واردش نمیشم. اینکه مثلا پکیج ها رو خودش اتوماتیک اکسترکت کنه، چک کنه، دیسک بوت ها رو چک کنه، ارزم به حضور ایمیل دیتابیس ها رو مثل آوتلوک و این حرفا رو چک بکنه، یا نه ماکسیمم پرفورمنس بای فرمت، مثلا دیگه نره داک رو بگرده، مثلا نره کد رو بگرده و الی آخر، یا قابل تنظیمه بگم اونها رو بگرده. اینجا قابل تنظیمه. میبینی همه اینها کاملا وابسته هست به نوع سازمان شما، نوع معماری دیزاین شبکه شما و چیزی که شما دارین. پس کلیت کار رو من اینجا آموزش میدم. اگه سوالی چیزی دارین حتما زیر ویدیو کامنت بذارین، با کمال میل و علاقه جواب میدم. نکست. نسبت به اینکه مدیوم، دیپ یا لایت باشه، نسبت اینه که صحبت توی قسمت قبلی هم مثال زدیم برای شما، اینه که بای فرمت بگرده، بای فرمت نگرده، زیپ ها رو تا چند لول باز کنه، اسکن بکنه، پسفند فایل ها رو، کدوم فایل ها رو بگرده و یا الی آخر. فعلا مدیوم میذارم، میگم بک‌گراند بگرد، یعنی به عنوان تسک بک‌گراند رم و سی پی یو رو اولویت بذاریم. تو سرورها خیلی کاربرد داره. اپلای تراستد زون یعنی که اگه من توی اپلیکیشن ها، حالا تو پالیسی ها میبینیم با هم دیگه، اومدم گفتم که نرم افزار کد تراست منه، شبکه ایکس تراست منه، یا سایت ایگرگ تراست منه، این تیکو بردارن دیگه، اون فایل های اون نرم افزار، اون شبکه که تراست کردم یا اون وبسایتی که تراست کردم دیگه اسکن نمیشن، یا میگم نه اونا هم اسکن بشن. اگر شما تراست کردین یعنی که تراست امکان نداره که از اون ویروس بیاد. مثلا نرم افزار اتوماسیون اداری خودتون میتونید بازش کنید، هرچند که بستگی داره که سیو کردن فایلش به چه صورتی هست. کریتیکال ایریا رو بگردد، بله شامل اونها بشود، یا از KSN استفاده بکند یا نکند. تاکید میکنم KSN کلود کاسپرسکیه که اگر شما توی آپدیت هاتون یا توی اسکناتون به اینترنت وصل نیستین، این تیکو بردارین. توی خیلی از سازمان‌ها به مشکل برمیخورین، ولی اگه به اینترنت وصلین به شما فیچر بسیار 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 خوب و راحتی رو میده که باعث میشه به روز بودن و هوش مصنوعی آنتی ویروس شما لول بالاتری شامل بشه. نکست. کی قرار اسکن انجام بشه؟ اگه این تیکو نظرم یعنی همین الان انجام بشه، یا اصلا انجام نشه بعدا میخوام کاستومایزش بکنم، و یا هر تنظیمی که من دوست دارم. میگم مثلا هفته سرورها رو ما معمولا باز دور پیش‌فرض خودمون میگیم هر روز بنا به ساعت کاری شما، مثلا سازمانی که 8 صبح تا 4 بعد از ظهر، من میگم هفته بعد از ظهر هر روز شروع کن اسکن کردن. نکته که وجود داره اینجا میگم که اینا میبینی همه تنظیم کاستوم شماست. این اون قسمتیه که میگم شما بنز سواری اما خوب کانفیگش نکردی، بعد میگی سازمان من کنده. کانفیگ کردن شما هم دقت کنیم. مثلا میگم از زمان 8 قبل از ظهر تا 5 بعد از ظهر اسکن کردن رو پاوز کن. یعنی در ساعت اداری که سرورهای من زیر بار کلاینتن اسکن نکن. اوکی. نکست. باز دوباره کانفیگ تسک اسکن مثلا من دوباره میذارم دیلی و الی آخر، که حالا شما میبینید. الان نمیخوام تو ویدیو رو بگیرم تسک الان ران بشود یا نشود، میگم نه فعلا، دوباره فینیش. میره میگرده این تسک رو روی چند ثانیه دیگه روی یه دونه پیدا کرد. میتونیم یه دونه رو با هم دیگه ببینیم. ببین اینجا میگه روی کامپیوتر به نام سرور اسکیجول کردم که بعداً اینو اجراش میکنم. این یکی تسک رو مثلا با هم دیگه ببینیم. میگه روی کامپیوتر به نام ادمنستریشن سرور که اسمش لبه اسکیجول کردم، بعداً این انجامش میدم. قبول. 2 تا تسک ساختیم پیش‌فرض راجع به گروه ها و راجع به کلاینت ها. یه نکته کوچیک و نهاییشو بگم، بریم این ویدیو رو تموم بکنیم. خب اما قسمت نهایی تسک ها،
ما راجع به تسک توی گروه صحبت کردیم. اینجا گفتیم که میتونیم پر گروه، حالا یا بالا سر ریاضی مجموعه تسک بسازیم. تسک ارث بری داشت، از یه گروه بالاتر به گروه پایینتر ارث میرسید. میتونستم بیام بگم توی این گروه این کامپیوتر خاص یه تسک براش بسازم، فقط همین کامپیوتر. و میتونم حتی بیام در قسمت تسکس توی کنسولم نیو تسک، مثلا حالا به طور مثال اد کی یعنی اکتیویشن کی من تعریف بکنم براش. به طور مثال من اکتیویشن کی بذارم. حالا فقط میخوام سامپل اینا رد بکنم شما ببینیدش. عذرخواهی میکنم که این رو یه ذره شطرنجی میکنم به دلیل اینکه علاوه حقوقی این لایسنس توی ویدیویی که قراره در سطح یوتیوب پابلیش بشه شاید صلاح نیست. اینجا انتخاب بکنم بگم که از این گروه این کامپیوتر، از این گروه این کامپیوتر، شاید این گروه چند تا کامپیوتر دیگه هم داشته باشه. یعنی تسک رو میتونم بین گروه های مختلف سلکت بکنم. از این گروه 4 تا، از این گروه 2 تا، از این گروه یکی یا گروه دیگه هیچی. پس یکی از سوالایی که کسب که تو آزمایش حتما میپرسه از شما همین گزینه است. و بعد در نهایت نکست و اسکیجول خودش، اسم خودش و ران خودش و فینیش. قبول؟ فرقی که میکنه اینجا اینه، اگه این قسمت رو بکشم جلو اینجا اسم گروه رو مینویسه یا مینویسه task for specified devices، حالا یا یه دونه است یا چند تاست، یعنی دستگاه خاصی براش این تسک رو نوشتم. امن و ایمن باشیم. بریم تا ویدیوی بعدی برمیگردیم.